اینجا داره برای زنها داره برای مردها مقصد که زنانش که اگر که مونه زنانش قومت نمیگه خب اگر که مردانش مونه حتما قومت میگه ای همه خوبیش در اینجا چیه که زبان داره این بسم الله روسکی قزاقی قرغیزی توجیکی خب این زبان توجیکی هم که داره این هم مثلا که از نمازی بوم دادمونیم خب وقتی نماز بامداد از صبح تا بامداد است. خب این اول برای ما کار رکت کردن میفهمونه که چخیله برای نیت کردن همه چیز این اگر دو رکت سنت که مونی خب نیتی دو رکعت نماز سنت اینا فرض میمونی نیت دارم که نماز الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله چرا که گفتم قومت میگه که این مردانه که شکی موندیم قومت میگه خب این واضح میره میمونیم زنانشه اما در زنانش در رکت فرضی اینا بوم دادم میمونیم